ساکنان دهه عالم‌آباد جماعت دهات رباط شهر ترسانزاده صاحب بنگاه طبی زمانوی شدند. این مؤسسه طبی از 4 حجره کاری عبارت بوده در مدت 6 ماه ساخته مورد استفاده قرار گرفت. بنا با سهم ساکنان و مقامات محلی قامت افراخته با تجهیزات ضروری تأمین می باشد. اکنون طبیبان با استفاده از شرایط خوبی فراهم گردیده خدمت رسانی طبی را برای 1300 نفر ساکنان این دهه در سطح ضروری برآ خواهند ماند. از آن خرسندم که در دهه عالم‌آباد این گونه بنگاه طبی گشاده شد، با شرایط زمانوی ساخته شده است. ما از این امکانات ها استفاده برده کوشش میکنیم که خدمت رسانی را با سطح بلند فراهم. در ادامه کارهای آبادانی باشندگان دهه عالم‌آباد تصمیم گرفتند که در نزد مؤسسه تعلیمی 8 صنفخانه علاوگی با فراهم آوردن امکانات‌های زمانوی برای فرزندانشان بنیاد نمایند. ساکنان دهه شیرکند نیز سرجم شده در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 94 با ساختمان بینای نوی تعلیمی عبارت از 16 صنفخانه آغاز نمودند. این اقدام را اهالی دهه دست جمعانه روی کار گرفته عزم دارند تا بینا را در فرصت کوتاه و به طلبات زمانوی جوابگو بنیاد نموده مورد استفاده قرار دهند. ساختمان مکتب نو زمانوی دوآشیانه در دهه اسباب که عبارت از 24 صنفخانه در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 66 ادامه دارد. بعد به استفاده دادن می تواند به حل مشکلات نارسایی جای نشست خوانندگان و بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم در این موضع سهم مناسب گذارد. حالا کارهای ساختمانی در بالاپوش بنا جریان دارد. جامعه دهات رباط اساساً دههای دوردست‌ترین به حساب می رود. این همه انشاءاتی که با نقشه گرفته شدند با سهم ساکنان و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولت شهر ترسانزاده برآ مانده شده است. در سال 2024 زیاده از 23 کیلومتر راههای حدود دهات پورا اسفالت‌پوش بتون‌پوش کرده شد. مردم حدود جامعه دهات رباط زیر سیاست خردمندانه پیشروی معظم ملت اساس‌گذار صلح و وحدت ملی کمر همت بستند. یکجا همه از یک گریبان سر برآورده چنین کارهای آبادانی را در آینده نیز ادامه می‌دهند. از نوسازی راه‌های محلی در حدود جماعت دهات رباط شهر ترسانزاده با سهم ساکنان و صاحبکاران خیرخواه به حکم عنعنه درآمده است. سال 2024 در حدود جماعت 12.8 کیلومتر راه بتون‌پوش و 11.3 کیلومتر اسفالت پوش کرده شدند. حالا کارهای از نوسازی راه‌ها در دهه‌های قیپچاق و سولی ادامه داشته ساکنان طریق حشر دست جمعانه به بتون‌پوش‌کنی راه‌های بین دهوی مشغول می‌باشند. چنین کارهای سازندگی و بنیادکاری در دهات شهر ترسانزاده جهت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی ساکنان و فراهم آوردن شرایط خوب و سازگار بهر پیشرفت یک گوشه وطن عزیز روانه کرده شده است.